بزرگواران، عشق و علاقه به این نیست که بریم توی پستوی خونه بشینیم 20 سال 30 سال فقط دعا کنیم امام زمان بیاد. عشق به امام زمان رو شهدا داشتند، عشق به امام زمان رو حاج قاسم سلیمانی داشت، عشق به امام زمان رو مقام معظم رهبری داره که هم در فتنه 78 هم در فتنه 88 فتنه رو با لفظ امام زمان جمع. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. بعضیا فکر کردن میگن آقا ما به هیچ چیزا دخالت نمی کنیم. آقا ظالم داره ظلم میکنه یه کاری بکنه ما دخالت نمی کنیم، ان شاءالله آقا خودش میاد درست میشه. کوفی‌ها هم که به مسلم همین رو گفتن، مسلم گفت بیاید قیام کنید، گفتن آقا خودش میاد درست میشه ان شاءالله. خود امام حسین بیاد. چی شد؟ کربلا شد. اینجا مرکز مقاومت است.